ببین به نظر من باید بگی کل ایران. کل ایران، تمام شهرها، تمام شهرستانها، تمام شهرکها، تمام روستاها، تمام کتها، تمام نقاط ایران، هر جا که ما رو دوست دارن ما 100 برابر دوستشون داریم. به صورت نقطه زنی دوستشون داریم. از علی آقا قاف خبری ندارم ستون، کراش بوتیک باشه. با رسام هم کار میدیم، چرا کار ندیم؟ حیف که زبون زابلی یا سیستانی بلد نیستم، وگرنه من فقط زاهدانی رو میدونم، به داداش میگن اوری. اوری هر باشی اوری. کردی سیستانی بود. بار بود تو دیگه قفلی نزن ناموسن. بار بود کامنت گذاشت شهرستان خارک جا موند. داداش ماشین دوست ندارم، موتور دوست دارم. کراس وایزد. علی رضا داداش گلم، ناموسن سر من دعوا نکن. کلن آجی میدونی خوب نیستش سر آرتیستتون مثلا برید دعوا کنید و فلان و این داستانا. یه چیزیتون بشه اون آرتیست جوابگو نیستش که، چون اصلا خبر نداره از داستانت چه قرار بود، اصلا نمیدونه کجایی. دعوا نکنید. یکی میاد هیت میده کس خارش با ما تو خودمون تو موزیکات بالا پایین چپ و راست از 6 زاویه غیر ممکنم مادر بدخواه رو گاییدیم. بلک الفا همونجی بعد امروز عشق زیاد به تازه ورودان. آره بابا کلاغ بیناموس، هی میخواستم ویدیو بگیرم یه قارقار میکرد. یا اولفز این چه صداهاییه، چقدر نامرغوب بود. البته تو انقدر انگوش میکنی تو کونش که یه صدا مرغوب در بیاد. عشقید بچه های ارگان. رزان چطوری همون خوبی؟ امیر جان خیلی گیی. چشه چال امیر جان. آدم چیه شما تاج سر مای مشتی قلب منی. یکی از بچه ها نوشته تستوسترون میخوایم بخون. بقیه میخونن استروژن و پروژسترون در اشتباه میکنید. موتورم کراسه موتورم کراسه اضافه میخواد بلاسه.
ببین واسه اینکه کونه تو بسوزه کیر همه بسیجی ها تو قصد ناموسه. نری بگی وصله ها کیرم دهنه بسیجی ها، کیر بسیجی ها تو دهنت کسکش. بمون اینجا مادرت گاییده شه. راجبه کسی که نمیشناسم نظری نرم. حاجی این عزاداری ها عزاداری نیست هستن. من هیچ وقت و هیچ موقع اصلا نمیخوام به اهل بیت بی احترامی کنم. این عزاداریه حالا نمیگم همشونو ولی بعضی هاشون بیشترشون دیگه خیلی بد شده. خیلی بچه های مشهد هم قلب و عروقن. معصومه بیا بارود بهش گفتم. حسین جان شیر توپاکی که عکسشو گذاشتی پروفایلت به صورت میدانی از چپ و راست تو وسکش، مگه من دلقه که تو هم موصلت سر رفته من یه چی بخونم؟ برو جغ بزن. محمد احمدی عشق منی. اتفاقا تو فکرش هستم واسه سربازم یه کار بخونم. اخی واسه سمنانی ها اوف میشی له تهرانی ها، ارزونی مثل اجناس سمساری ها، ترمالی میشی ترنافی ورسامیات، باخ میدی تر میشی مثل کرانه، کرامو کل کریرت کیری تباهه، کپکه که بره زده یه صفحه حوادث، فوق میشه فائزه جلو سبا زمانه، سرصفت اسکلیتی و مغزم گنده است، نفوذی دارم تو قلعت کس مغز. امیرعلی اگر با موزیکای من تفکرت به سمت مثبتی تغییر کرده که داداشمی میخوامت زیاد، انشالله همیشه همینجوری باشه کارامون. مرسا بیا اسم تو رو هم گفتم بکش بیرون فقط به مولا. صبح جان نظر مادرت راجع به قیافم یه چی دیگه بود، مامانت که خیلی حال کرده بود. مشکی مادرتو گاییده. بفهم حسل جان از شما رو مفتیم. سلامتی همه سربازای صفرمون، اونایی که خدمتن.
امیر حاجیوند. آخه اسمتو نمیتونم بخونم، چیه اسمت؟ دلم به بدخواها میسوزه، میدونی، میام فش میدن، بعد الحمدلله چون فنا زیادن، خدا رو 100,000 مرتبه شد نور بباره به زندگیتون، یکی میاد هیت میده از 6 جهت غیر ممکن کیر میره تو جد آبادش. ناموسم میخوامتون. اتفاقا خیلی ممکن 6 جهت ممکن. چی؟ میگی 6 جهت غیر ممکن، میگم نه به غیر از اون 6 جهت ممکن، از 6 جهت غیر ممکنه دیگه. مثلا نمیتونی تو بکنی تو گوشه یارو، تو دماغ یارو، تو قرنیه یه چشم یارو، ولی اینجا بچه‌ها چپ و راست میکنن، هر چند تا سوراخ داره یارو. واقعا؟ آره جدی داره. دمتون گرم. اششین فورور این ماسک مدله، فکر نکن دو دله دانیال توی راهش همیشه فلبدای پاورجاست، میدونی همینجوری مادره بدخوام و گایده تک تک آهنگام. یا فلبدای میاد دیگه. قطعش نکنی ها، قطعش نکنی. الانو میگی؟ آره استاد بوده چشمام من عشقی که زنشت بازون که قفیه تیریکو بلد دانگل امضا میکنیم افتا هر ثانیه فل گایده شش باچیده فل عالیه آشیه واسه واسه نشیه میگن که ساقی گلاشیه توی اتاق من ویدیو گنابیه دانگل بیتر گایده بیتر چاقیده قفیه پامیده آره داده همیشه عالیه قفیه واسه آچیده قضیه شکی اعظم قلمو میکوبونم توی شقیقش آره خودم میدونم پریدم کل افکارم هم دریده از خودم مسیحم که رو صلیبم سگ پدر من زندم تو قلب شهر نه مسجدم نه منبری مسجدم یه سرکشم یه ارتشم که هیچ وقت نمیتونم خف بشم هر دفعه ما رو میبینی تو با ما مشکل داری چوری بکنم تو رپنگو پرنه ساریدنی استثنایی پر دادیم تو هم حوصله دخول بعد استمنایی کلمه بمب هدف گنگه ببن فک و حفل لامپن کل سکسی ملخه میزنی لنگ جنسی میتونیم بگی مغز تکنیک حرف شلیک جبر جنی این داستان مرگ قدیس با یه جنگ ذهنی آدم پیامبر پرستش آهن تو سرزمین مادر به ماها میگن کافر داداشی ها رو خواهر چه سعادت که لالن از آدم تا خاتم از داله تا لادن فکر میکنم به زندگی بکس که شکل نده بهش زندگی زش باشه زندگی بهش باشه دل نویس عشق بدون جنینه تو جوب نبینیم چشم هیز سکس چای نیست چطوری؟ میخواستم یه چی بخونم روش زریقت کردی اجازه احسان جان یا اسمتم گفتم روحت شاد بشه صبحان جان کیر امیر تتلو تو قصه مادرت سیکتیر کن اللهی به من بیرون مادر جنده زن قصه همه کس خراب افسرده یه کسی که توی مغزش دست برده توی زندگیش فقط غم خورده یه گل پژمرده یه بچه یه طرد شده از اجتماع یه دیوونه که راهشو رفت اشتباه یه دم اتهام تو سر انتقام هی چشم به انتظار عموسام چه خبر به کجا رسید قافله فلسطین تا یمن و از یمن میره قاهره یه جا نماز واجب یه جا ستارش فاحشه نخبه‌های فراری و زندانی نابغه عشق شده آهن و آهن رو با یه جاکشه هوریای خوب رو زمین تو بغل عالمه ایده پر میشه رو ورقام
سینه پیشنهاد سیغه به گونی گونی بیوه راضی نمیشی به سیغه دل جای گیره سهم تو از عشق یه میل دوتا تیره زمینی که خودخوری کرد شروع کرد به آب شدن آب کم فراوونیش تو قزل حصار آب خنک بادکنک دیگه نمیگیره حس شادی یه سری میگیرن عشقلاتی عالم جال تو لباس آب دو لفظ دین و جن بازی جن سازی چشم خیس و خیره به آسمون تیره خسته از شهر و حرومزاده های پیرش سلامتی خیابون که یادم داده مردی رو سر بلند نصف صرف تو اوج بدبختی و زندگی لاشی مفکرونه به تخمتونه که مخ بسوزه رسانه ای کس بده که مرخیرونه به تخمتونه حس منم مثل وطن پاره پاره استنم تمام تلاشم همینه به اون نمونه همیشه جنس رپم میگی وضعیت چه خوبه از گاو اصلا کوتوله خبرداری شیر آب داره اقتصادم رکوده نصیب ما سقوط از تابیدن تا غروبه داشتم فکرش مجازیه معترض شنوده فکر میکنی دروغه ولی راسته چون قلمم همین خواسته از اول رو پاش واسه بدون ماده مشکی خواسته مغزش همیشه بازه دم به دقیقه سر کاره قلبش هوای غم آلوده دروازه ها رو داره هی روزگار نامروت مردمی ناسازگار گیزلاری گوتلر سیکلر نینسیم پروردگار تتلو سلطانه سلطان کلک خالص محمد جان مادر بدخواه منم فوش نده لطفا چون تا به خودم فوش ناموسی ندن من فوش ناموسی نمیدم تو هم نده بنیامین نتانیاهو همه یک شیرم تو کست مادرت همینطور اختر تابناک عالم مادر قهوگی ترامپ برنامه آنتی رپ تیوی و فردا میرم دوباره بگیرم اپیزود قبلی یه ذره کسچر شد گفتم بچه ها ندنش بالا فردا میرم یه ست دیگه بگیرم جنگی در خدمتتونه یزید روانپریش واسه سال 57 که یه پیکان 63 داشتم یادم نمیاد تکستشو بنیامین با اینکه هم اسمی با اون بنده آره ولی درود بر تو و کس خوار مادر بنیامین نتانیاهو داداش اون بنده خدا رو من 4 بار کردم دیگه ولش کن بابا داره زنده نیست دیگه حسین رحمتی هم قبلا خیلی با موزیکاش حال میکردم اون تایم که با صادق کار میکرد تو فهمده گلاب بسی کار میگیری شولو جنگو میبینی باز مورا تو میچینی دستتو نیست اصلا تا این بازی ببین برادر من شما وقتی با یکی درگیر میشی داری ساعت خودتو مشخص میکنی خب آدم که با یک کونی درگیر نمیشه درست میگم آقا راسا؟ بله کونیه دیگه بابا کیونی سپیده عسل غزل صمد رجب چی بگم دیگه
گادپوری هم تو سبک خودش خیلی خفنه. اگه قرار بود داستان تتوامو که همه بفهمن دیگه تتوام مال من نمیشد. قشنگیش اینه که فقط خودم میدونم و خدای من. مریم هم میگم، سامانم گفتم نگایید سر جدتون. نازی بیا تو هم گفتم روحت شاد شه. دیس به فلانی که من تو جنگی نمیرم که فرمان حملهشو خودم ندم. نه مال کار موتوره. مرد مومن تو توی کانال خودت یه ورس خوندی؟ نه دیگه 2 بیت کورس خوندم، 2 بیت اولو. مذهبم مسلمونم داداش، مسلمون شیعه‌ام. حالا هر کسچری که میخواید بگید. اصلا میدونی اشتباه از منه؟ میام یکیتون رو نام میبرم 400 نفر بعدتون میان میگن آره بگو. نظرمون رو راجع به همه گفتیم دیگه بابا، نظری نمونده چی بگم من؟ مارکوس و حمید راسا ما چرا کشیدیمش پایین؟ چون خودم حال نمی‌کردم باشه، ولش کن اصلا. توضیحات چیه؟ راست میگه، بزرگ شدیم، بزرگ شید شما هم. داریوش که داریوش تودلی ارتباطی با هم نداریم، ولی داریوش سرش سلامت باشه. بچه خیلی بهش بیشتر از این حرفا بهش میرسه. ایشالله که دیگه مواد نزنه. دارک گنگ هم به همون دلیل که مارکوسو کشیدم